خب میخوام که یه بازی گروهی جذاب و خیلی فان بهتون معرفی کنم. مهمترین ابزاری که شما برای این بازی نیاز دارین یه سری لیوان پلاستیکی یک بار مصرفه که باید تهشون رو به هم دیگه بچسبونید، انگار 2 سر داره، و هر نفرم یه دونه بادکنک. همه بادکنک ها رو بذارید توی دهنتون و به 2 گروه تقسیم بشین. الان آماده شروع بازی. این بازی همکاری خیلی مضاعفی میطلبه، چون که شما باید لیوانی که میاد سمتتون بادکنکتون رو بندازید داخل لیوان و همزمانی که شما دارید بادکنک رو باد میکنید، اون طرفی که لیوان رو گرفته سمت شما اونم باد بادکنکش رو خالی بکنید که شما بتونید لیوان رو ازش بگیرید و همینجور بره تا ته صف. گروهی که با همین شیوه لیوان رو برسونه تا ته صف برنده بازیه. ضمن این که از دستتون نباید کمک بگیرین. البته دفعه اول اشکالی نداره، ولی حرفه‌ای شدین از دستتون استفاده نکنید.